سلام، خیلی خوش اومدین به اولین قسمت پادکست ویمون تاک. امروز تو قسمت اولمون میزبان آقای محمد رضا حقدوست، مشاور، نویسنده و پژوهشگر عصب روانشناسی هستیم با یه موضوع خیلی جالب تحت عنوان مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود. در خدمتتون هستیم آقای حقدوست. اگر میشه و اگه امکان داره یه توضیحاتی راجع به خودتون و موضوعی که میخوایم راجع به صحبت کنیم به بیننده ها و شنونده های عزیزمون بدیم. سلام و درود و عرض ادب خدمت هم شما هم همه خوبان و گواهان و نیکانی که از هر جای این کره خاکی ما رو میبینن و میشنون و ما در واقع میزبان اونها هستیم برای چند دقیقه‌ای با موضوع مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود. من محمد رضا حقدوست هستم، پژوهشگر نوروسایکولوژی و عصب روانشناسی و امروز قراره با هم از یک منظر متفاوتی به مقوله مدرسه و فرزند پروری نگاه کنیم. خب علم روانشناسی رایج تمرکزش روی ذهنه و عموما در رابطه با ذهن صحبت میکنه. ما امروز میخوایم یکم در واقع فیزیکال تر در رابطه با یک توده خاکستری رنگ پیچیده 1400 گرمی که بین دوتا گوش ما قرار داره و خیلی موقع ها ما غافلیم که بسیاری از تصمیمات ما متأثر از مغز ماست و دوست دارم امروز والدین عزیزی که اینو گوش میدن برای خودشون و فرزندشون احترام قائلن، وقت میذارن تا یک در واقع فرزند پویا و توانمند تربیت کنن و یک والد آگاه باشن، امروز بیشتر در رابطه با مغز بچه‌ها و تأثیری که مدرسه بر اون داره صحبت کنیم. چرا که در واقع خودتون خوب میدونید پدر مادر بودن یک هنر انتصابی نیست، یک هنر اکتسابیه. پس پدر مادری که داره الان صدای منو اینجا میشنوه ازش ممنونم که برای آگاه بودنش وقت میذاره، انرژی میذاره و میدونه که پدر مادر بودن یک دانشیه که باید یاد بگیرن. من در خدمت شما هستم. میخوام بدونم که اصلا چی شد که این موضوع رو انتخاب کردین؟ یعنی این موضوع از کجا نشأت میگیره؟ مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته یعنی چی؟ میشه راجبش توضیح من بدید؟ دوست دارم اولش خیلی کوتاه در رابطه با عصب روانشناسی صحبت کنم که ما موضعمون رو پیدا کنیم از چه زاویه‌ای قرار نگاه کنیم. خب مسئله مدرسه مسئله‌ای که شما از زاویه علوم تربیتی میتونی نگاش کنی، از زاویه روانشناسی میتونی نگاش کنی، از زاویه در واقع حتی آماری میتونی بهش نگاه کنی، جامعه شناختی میتونی نگاه کنی. ما نگاهمون عصب روانشناسیه به این منظور که خیلی از اتفاقات نظیر تفکر، نظیر تصمیم گیری، اراده، زبان، حرف زدن، روابط اجتماعی، حافظه، یادگیری، توجه و تمرکز، اینا از کدوم قسمت مغز و از چه شبکه‌های عصبی مغز متأثر میشن؟ این شبکه‌های عصبی چطور رشد میکنن؟ چرا من اینی هستم که الان هستم؟ اینی که من الان هستم بازنمود رفتاری مغز منه. پس این مغزی که در بین دو گوش من در استخوان جمجمه نهفته است، من همیشه اصطلاحی به کار میبرم میگم کهکشان درون جمجمه. ما همونقدر که از کهکشان میدونیم همونقدر از مغز میدونیم ستاره‌ای هست، چند تا هست نمیدونم، چطور ارتباط با هم برقرار میکنن چی میدونیم ارتباطی هست ولی چطورش رو شاید هنوز اونقدر نمیدونیم. که همیشه من یک بیت از مولانا رو برای تبیین این موضوع به کار میبرم. در دفتر اول مثنوی میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. این تن که میگه منظور بدن، جسم، مغز، عصب، سلول و جان که میگه عموما معنای روان ما، اون چه که در سایکولوژی در روانشناسی ما روان میگیم، ذهن میگیم. میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، یعنی دوتا اصلا پنهان نیستن، لیک کس را دید جان دستور نیست. پس ما موضع خودمون رو پیدا کردیم. اما در رابطه با عنوانی که فرمودید، مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود، مغز ما مهمترین وظیفش چیه به نظر شما؟ مهمترین وظیفه مغز، شاید این سوال رو از هر کسی بپرسیم بره سراغ یه سری مقولاتی مثل فکر کردن، روابط اجتماعی، پردازش و غیره. اما این اشتباهه. مهمترین وظیفه مغز بقاه. مغز ما تکامل پیدا کرده تا ما زنده بمانیم و مهمترین وظیفه مغز حفظ بقای ماست. اعمالی مثل تپش قلب،
مثل ضربان، مثل فشار خون، تنفس، خواب، تغذیه، اینا در اولویت کارکرد مغز قرار دارن. و شاید براتون جالب باشه مغز ما هیچ تمایلی به موفق شدن نداره. مغز ما به صورت فطری نمیخواد که ما موفق باشیم. چرا؟ چون موفقیت سختی میخواد. موفقیتی که امر فعاله که انرژی باید براش بسوزونیم. به میزان انرژی که میسوزونیم خب مغز درگیر میشه، سخت‌تر براش. خب مغز خیلی دوست نداره. مغز خاصیتش خزنده است. دوست داره، ما یه اصطلاحی داریم مغز خزنده یا مغز مارمولکی، دوست داره پاور سیوینگ داشته باشه، انرژی رو ذخیره کنه برای خودش تا جایی که بتونه. دوست داره با کمترین انرژی بیشترین کارا رو انجام بده. خب همین منزله برای بقا خیلی مهمه. یعنی من در واقع اجداد ما، نیاکان ما باید به گونه‌ای زندگی می‌کردن که چون غذا رو سخت به دست می‌اومد و انرژی که به دست می‌آوردن بسیار سخت بود، اجداد ما اینطور تکامل پیدا کردن که با کمترین مصرف انرژی بیشترین کار رو بتونن انجام بدن. و خب ساختار مغز ما هم همینطوره. اما مدرسه چیزی خلاف این رو از ما میخواد. یعنی چی؟ یعنی از ما میخواد صبح سر ساعت بلند شیم، سر 1 ساعتی خودمون رو به مدرسه برسونیم، ساعت‌ها پشت نیمکت بشینیم، درس یاد بگیریم، از حافظه فعال استفاده کنیم، قسمت‌های مختلفی از مغز مثل پیشانی، DLPFC و قسمت‌های مختلف مغز رو درگیر یادگیری بکنیم و بعد بیایم خونه، یه رست کوچیک، تکلیف، استرس، امتحان. خب همه اینا میشه گفت یه فرایند ضد تکاملیه. پس ما باید چیکار کنیم؟ قید موفقیت رو بزنیم؟ نه، نکته‌ای که وجود داره در واژه برین ترین نهفته است. برین به معنای مغز و ترین به معنای پرورش، تربیت. وقتی از برین ترین صحبت میکنیم داریم از پرورش مغز صحبت میکنیم. مغز بچه‌ها به خودی خود برای فرایندی مثل مدرسه، فرایندی مثل ساکسس تکامل پیدا نکرده. ما برای موفقیت باید مغز رو آموزش بدیم که چطور مدارهای جدیدی شکل بگیره. چون مدارهای مغز به طور عادی گفتم در طی تکامل به گونه‌ای شکل گرفته که با کمترین میزان انرژی بیشترین فعالیت رو انجام بده. پس ما در فرآیند برین ترین مدارهای جدید در مغز به وجود میاریم، اتصالات جدید به وجود میاریم که مغز بتونه خودش رو برای فرآیندهای شناختی آماده بکنه. یعنی الان شما با این صحبتی که میفرمایید منظورتون به اینه که اصلا کلا بچه‌ها مغزشون آماده مدرسه رفتن نیست، یا این موضوع رو مطرح میکنید که بگید که باید یک عملکرد و کارهای انجام بدن تا مغز آماده مدرسه رفتن بشه؟ منظورم اینه که کدوم از این دو مورد بود؟ همین دو مورد، هم مورد سوم. مدرسه هم میزبان خوبی برای مغز بچه‌ها نیست. ببینید وظیفه مدرسه در گام اول چیه؟ من شما رو به مهمانی دعوت میکنم و شما یک وگن هستید، یک گیاهخوار هستید و من اگر این رو در مقابل شما ندونم و آگاهی نداشته باشم و شما بیایی و به رسم ایرونی‌ها یک قرمه سبزی خوشمزه پرگوشت برای سرو بکنم، آیا من اونجا رسم میزبانی رو به جا آوردم؟ نه. مهمترین چیز در میزبانی اینه که من بتونم نیازهای مهمان خودم رو بشناسم و در حد توان خودم اون نیازها رو در واقع برطرف کنم. مدرسه میزبان خوبی برای مغز بچه‌ها نیستش. یعنی ما الان با 2 مسئله روبرو هستیم. مسئله اول مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود و مسئله دوم مدرسه‌ای که میزبان خوبی برای این مغز نبود. یعنی ما الان با 2 محور پرسشی روبرو هستیم. آیا مدرسه میزبان خوبی برای بچه‌ها هستش؟ آیا مدرسه میتونه به بچه‌ها یاد بده مدارهای عصبی جدیدی رو در خودشون تقویت کنن؟ مدرسه میتونه به جای مثبت اندیشی به بچه‌ها تفکر انتقادی یاد بده، یا به جای صحبت‌های انگیزشی تو خالی به بچه‌ها سستن اتنشن، یعنی توجه مداوم به یک مسئله رو یاد بده، توجه پیوسته؟ شاید مادرها و پدرهایی که صدای منو میشنون یکی از مشکلات عمده‌ای که با بچه‌شون سر کله میزنن اهمال کاری، این شاخه به اون شاخه پریدن، نمیتونن یه کاری رو تا ته ادامه بدن، کارهای نصف کاره زیادی دارن. این از کجا میاد؟ از همون بحث سوسن اتنشن. آیا مدرسه تونسته اینو یاد بده؟
پس 2 تا محور پرسشی داریم. یک، مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود، مغز برای کار دیگه‌ای تکامل پیدا کرده. اگر ما می‌خوایم وارد بحث موفقیت، بحث پیشرفت، بحث استعلا بخشی بشیم، اون وقت باید مغز رو تربیت کنیم. ما می‌خوایم برین ترین انجام ندیم، می‌خوایم مغز رو پرورش ندیم و فقط با بچه‌ها مثل یک بانک رفتار کنیم. الان نظام آموزشی ما کاری که با بچه‌ها میکنه نظام بانکداریه. اطلاعاتی رو به بچه‌ها میده، میگه این اطلاعات دست تو، موقع امتحان ازشون پس میگیره. همین صرفا. این فرایند چه اتفاقی داره میفته؟ آیا کسی این فرایند رو تا به حال برای والدین یا برای بچه‌ها تشریح کرده؟ صرفا من به عنوان یک معلم اطلاعاتی رو به شما میدم مثل یک نظام بانکداری، دست شما یه مدت میمونه و دوباره اون سپرده رو به من برمیگردونه. کجا؟ سر جلسه امتحان. با چی؟ انبوه اضطرابی که داری. من الان جواب سوالمو نگرفتم درست از محضرتون که میخوام بدونم که یعنی شما میگین بچه‌ها کار خاص و آموزش خاصی رو باید ببینن و بعد وارد مدرسه شن؟ بله، من نمیام قبل مدرسه، در مدرسه باید آموزش‌های خاصی، آموزش‌هایی که خود مدرسه براشون بذاره. بله حتما. یک این مسئله و گفتم در پاسخ به سوال شما گفتم و دومین مسئله اینه علاوه بر اینکه این کار رو انجام نمیده مدرسه، آسیبی هم داره میزنه. یکی از این آسیب‌ها چیه؟ درس‌ها متناسب با رشد شناختی بچه‌ها نیست. یعنی چی؟ بذار من اینو به شما توضیح بدم. خب الان ما میخوام بدونم که در نهایت که نمیتونیم نظام آموزشی رو عوض کنیم. راهکارهای دیگه چیه؟ چون ببین ما هر چقدر بخوایم درد رو انکار کنیم تسکین اتفاق نمیفته. ما باید بپذیریم. الان صحبت من جنبه آسیب شناسی داره. خب اوکی، در مدرسه چه اتفاقاتی داره میفته؟ اول ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته، اول درد رو بشناسیم، به درمان هم میرسیم. چیکار باید بکنیم؟ خب شاید اصلا یکی از پرسش‌های شما آخرش این باشه اصلا باید چیکار کنیم؟ خب حالا الان ما اومدیم و این نظام آموزشی رو نقد کردیم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ خدمتتون عرض می‌کردم یکی از آسیب‌هایی که مدرسه میزنه اینه که آموزش‌ها متناسب با رشد بچه‌ها نیست. ببینید مغز به عنوان یک ارگان فیزیکی، خب شما ذهن رو نمیتونی ببینی ولی مغز رو که میتونی ببینی. مغز قابل تصویربرداری، الان دستگاه تصویربرداری در جهان MRI، fMRI، پت اسکن، توموگرافی، این همه دارن تصویربرداری. تمام دغدغه ما اینه که ببینیم کهکشان درون جمجمه چه شکلیه دیگه. ببینید مغز باید رشد پیدا کنه، قبوله؟ مثلا دارم میگم شما میبینی بچه 4 دست و پا راه میره، بعد اتصالات جدید در قسمت حرکتی مغز به وجود میاد، بچه میتونه کم کم چیکار کنه؟ روی پاهاش بیسته. کم کم اتصالات جدید در زمینه مخچه به وجود میاد، بچه میتونه تعادلش رو حفظ کنه، مخچه تکامل پیدا کنه، همینطور میاد جلو. این رشد به جایی میرسه که بچه‌ها میتونن وارد مدرسه بشن. الان در مدارس ما مباحثی در زمینه ریاضی مثل حجم زمانی آموزش داده می شود که اتصالات لازم برای درک مفهوم انتزاعی به نام حجم هنوز شکل نگرفته در مغز و این خطرناکه. متوجه منظورم میشید؟ ببین من الان یک کودکی هستم که هنوز کاسه یادگیری من گنجایش این مسئله رو نداره. حالا اصلا بحث خانواده های 2 زبانه و اونایی که کودکانشون رو از ابتدا 2 زبانه بار میارن اونا رو بذار کنار. یعنی شما موافق این موضوع هم نیست؟ ببین هر چیزی زمانی داره. ما یک سامانه‌ای داریم LED در مغز که میاد در واقع یادگیری زبان رو توصیف میکنه. خب یادگیری زبان به گونه‌ایه که ما از نورون‌های آینه‌ای و نواحی ورنیک بروکا گرفته تا مسائل پیچیده‌تر مغز یک وارد یک شبکه عصبی میشه که زبان یاد بگیره. اکثر بچه‌هایی که پیش از آن که زبان مادری مدارش کامل شکل گرفته باشه زبان دومی رو وارد آموزش میکنن، بچه‌هاشون آسیب شدید در روابط اجتماعی، آداب معاشرت، ارتباطات کلامی، در واقع در verbal communication دچار مشکل میشه. پس مسئله اینه اول باید مغز رو بشناسیم، بعد روش مداخله انجام بدیم. آموزش یک نوع مداخله است. ببینید یک سلول عصبی، این سلول عصبی دیگر، خب 2 دست من وقتی من یک انگشتم با انگشت دیگر متصل میشه انگار 2 تا در واقع سیناپس با هم دادن. هرچی مثلا من اگه بین این 2 تا دستم 2 تا انگشتم رو به هم متصل کنم خیلی متفاوته با اینکه هر 5 تا انگشت رو هم متصل کنم. 5 تا انگشت یعنی 5 تا اتصال. هرچه اتصال بیشتر مغز پویاتر، الرت‌تر، تحلیلگرتر و قوی‌تر میشه.
اتفاقی که میفته اینه این باید متناسب با رشد بچه‌ها باشه. بچه‌ها در سنی هستن که با مسائلی روبرو میشن. مثلا دارم میگم شما میبینید توی مدرسه یکی از فجایعی که داره برای مغز اتفاق میفته رو الان میخوام اینجا خدمتتون بگم، ولی میخوام پرده برداری کنم از یک اتفاق فجیع در مدرسه. گل چه شکلیه؟ گل میتونی تجسم کنی؟ بگم آره گل همینجوری مثلا گل روز الان آره آفرین یه چند تا گل برگ داره و یه شاخه داره، برگ داره، تیغ داره. آفرین درود. اینم بطری قبوله. این الان مجسمه جلوی من و شما و من هر بار که بگم بطری شما تصویری و تجسمی از بطری داری. تا اینجا قبوله با من؟ حالا میشه به من بگی عدالت چه شکلیه؟ ظلم چه شکلیه؟ مهربانی چه شکلیه؟ خشم چه شکلیه؟ نه نمیتونی. چرا؟ چون اینا مفاهیم انتزاعی هن. انتزاعی یعنی چی؟ یعنی تنازع یک به یک ندارن، تصویری ازش مثلا من وقتی به شما میگم بطری، واژه بطری تنازع یک به یک داره به این بطری آب معدنی که الان جلوی من و شماست. وقتی به شما بگم میز، تنازع یک به یک داره مفهوم میز با این میزی که جلوی منه. قبوله؟ بچه ها در رشد شناختیشون در گام اول با مسائل عینی و مجسم روبرو هستن و از سنین 12 سالگی به بعد 10 سالگی 12 سالگی 13 سالگی دندریت هایی در مغز شکل میگیره، اتصالاتی در مغز شکل میگیره که مغز آماده پردازش مسائل انتزاعی بشه. خب این از این. آموزش ما در مدارس در کلاس اول، دوم، سوم، چهارم انقدر شامل مفاهیم انتزاعی میشه که حد نداره و این بچه ها نه اینکه نخوان بفهمن، اصلا ببینید یک اتفاق فجیعی میفته. من یه چیزی اینجا به شما بگم شاید جالب باشه برای مخاطبین. اصلا میخوام خواهشاً لطفا من ببینید یک پژوهشگرم، کارم تحمیل و تبلیغ و در واقع اینجور مسائل نیستش، صرفا کار من تحقیق. خب تحقیق کردن و تبلیغ کردن متفاوته و اصلا نمیخوام هیچ سوگیری نسبت به صحبت‌های من باشه. شما بسیاری از بچه‌های کلاس اول، دوم، سوم رو بری ازشون بپرسی امام یعنی چی، میگن آقایی که یک صورت زرد نورانی داره و این گفته مبین اینه که این یک نگاه تجسمی به مسائل داره. مفهوم انتزاعی که الان در مدارس توقع دارن، چه توقعی دارن؟ امام پیشوای رهبر دینیه، اصلا الگوی اخلاقی ماست، درسته؟ اینا رو توقع دارن دیگه. توقع دارن کودک از امام تصویری نظیر چی داشته باشه. حالا در واقع امام هایی که در واقع 14 معصومی که در کتاب ها بیان میشه، در خیلی از در واقع مقاطع و در کتاب‌های مختلف مفاهیم انتزاعی بیان میشه. من میگم بدون سوگیری به صحبت بنده توجه بفرمایید. شما میبینید که در واقع اون مفهوم انتزاعی پیشوا بودن، الگوی اخلاقی بودن، الگوی سالم زیستن، واو اینا مفاهیم بسیار بسیار انتزاعیه. مغز هنوز اینا رو دریافت نمیکنه و وقتی اینا رو دریافت نمیکنه خب شاید به خود بگی حداقل اینه که بیفایده است. نه، میخوام بگم ضمن این که بیفایده است ضرر هم داره، چون بچه‌ها رو وارد فرایند سطحی نگری و حفظ کردن سطحی میکنه. زمانی که من یک کانسپتی رو نفهمم چیکار میکنم؟ حفظش میکنم، درسته؟ یعنی فقط اونو وارد مقوله مموری و حافظه میکنم. این آسیبی است که مدرسه داره میزنه، یکی از آسیب هایی که مدرسه داره میزنه. الان به خاطر اینکه مخاطب ما بیشتر والدین میشن و اینکه در نهایت منم که الان روبروی شمام سعی دارم که صدای مامان بابا هم باشم، هم چنین که حالا سوالای خودم دارم. الان احتمال داره که برای والدین عزیزی که دارن تصویر ما رو میبینن و صدامون رو میشنون سوال پیش بیاد که اصلا به چه دردم میخوره که دیگه راجع به مغز بدونم، این به چه کار ما میاد؟ یا به کار بچه ها که مثلا چرا باید راجع به عصب روانشناختی و مغز و اینجور چیزا بدونیم الان؟ درست. ببینید خب برگردیم یکم
به گذشته ببینیم که آیا روانشناسی جای خودش رو پیدا کرده یا نه. خب ما میدونیم که الان روانشناسی تقریبا داره جای خودش رو تو کشور ما پیدا میکنه. قبوله؟ تا اینجا شما تا چند وقت پیش جرئت نداشتید که در رابطه با کلینیک روانشناسی و درمان و این واژگان ناملموس و ترسناکی بود. الان خدا رو شکر به واسطه سوشیال مدیا حضور روانشناسا در شبکه‌های اجتماعی، پیجایی که هست، یکم فضای درمان خدا رو شکر تلطیف شده، آدم‌ها گاردشون نسبت به کادر درمان کمتر شده. خب این از این مسئله. حالا پس ما تا اینجا موافقیم که روانشناسی یک جزء جدا ناشدنی از فرزندپروری، یعنی فرزندپروری اصولا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر روانشناسی و اوییدنس هایی که اثبات شده. مثلا اثبات شده که شما با فرزندتون باید چه برخوردی داشته باشین یا چه اصولی در فرزندپروری پیاده کنید. پس تا اینجا شما موافقی که ما از روانشناسی چه استفاده‌ای در فرزندپروری میکنیم؟ قبوله؟ بله. خب صحبت اینجاست که عصب روانشناسی چه فایده‌ای داره. ببینید الان آنچه که در سطح جهان مطرحه اینه که خب اوکی، ما کلی تئوری روانشناسی داریم. آیا این تئوری‌های روانشناسی صرفاً با پرسشنامه و جامعه آماری قابل اثباته یا الان مقوله جدیدی وجود داره به نام تصویربرداری عصبی؟ بذارید من این مغز رو ببینم میتونم. خب این ارگان پیچیده و عجیب غریبی که الان در دستان من قرار داره، مغز، واسه کسی که صدای ما رو میشنود، در دستان من الان یک مولاژ مغز قرار داره، یک توده خاکستری پیچیده 1400 گرمی که بسیار بسیار پیچیده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. حالا الان سوال اینجاست، این تئوری روانشناسی چقدر انطباق داره با چیزی که ما از مغز میدونیم؟ خیلی متفاوته. تئوری هایی که در رابطه با مسائل انتزاعی ذهن صحبت میکنن یا تئوری هایی که مستقیما دارن با یک ارگان فیزیکی مثل مغز صحبت میکنن. یعنی من میگم شما در فرزندپروری اگر این نکات رو رعایت کنید، این قسمت های مغز فرزندتون به این صورت بهبود پیدا میکنه یا این کارها به این قسمت های مغز آسیب میزنه. یه مثال بزنیم که کاملا جا بیفته. واقعا ممنون از سوال به جایی که پرسیدی. یکی از مشکلاتی که والدین با فرزندانشون در این سنی که حالا مخاطب ما هستن دارن، بحث ایمپالسیو و تکانشگری. قبوله؟ تکانشگری یعنی چی؟ یعنی من ابتدا پاسخی رو میدم، سپس متوجه میشم که چیکار کردم مثلا. آره. یعنی پاسخهای انفجاری، پاسخهای ناگهانی، بدون فکر و ناگهانی، بدون فکر، بدون پردازش، این میشه تکانشگری یا ایمپالسیو. حالا ممکنه از تصمیم گیری گرفته تا حتی یک در واقع وربال کامیونیکیشن، یک کلام، مثلا من یه چیزی از دهنم بپره یا دستم یه چیزی بخوره یا یه واکنش شدید بدم مثلا دارم، یا ممکنه یکی از در میاد داخل، شما به عنوان یک در واقع فرد عادی برمیگردی و به در نگاه میکنی، ممکنه یه نفر الان بیاد تو یا از جا اینجوری بپره. خب در واقع تکانشگری میتونه تا این بعد هم حتی باشه، گوش بزنگه بالا. اما حالا من میخوام تکانشگری رو به شما یاد بدم و بگم که چطور شما آدم تکانشگری هستی. ترجیح میدی یه سری تئوری های انتزاعی بهت بگم یا مشخصا بهت نشون بدم اینجا anterior cingulate cortex یا ACC، قشر کمربندی قدامی، مسئول کنترل پاسخ شماست و این قسمت مغز DLPFC اگر اتصالات لازم رو داشته باشه شما میتونی چیکار کنی؟ پاسخ خودو کنترل کنی. و راهکارهایی بهت بدم که طی اون تمرین ها اتصالات این نواحی رو قوی تر بکنی و اصطلاحاً برین ترین، مغزتو تقویت کنی. کدوم رو ترجیح میدی؟ روی مسائل انتزاعی باهات صحبت کنم و بگم در واقع شروع کنم در رابطه با تکانشگری صحبت کردن، یا با اوییدنس بهت نشون بدم به صورت مجسم که چه اتفاقی داره میفته؟ اینم یک میل باطنیه که همین الان بهت گفتم بچه‌ها دوست دارن مجسم ببینن. ما هم همیشه اون کودک درونمون رو داریم. برای ما هم همیشه چیزهای مجسم از چیزهای انتزاعی بهتر هستن. وقتی من میخوام در رابطه با مفاهیم انتزاعی نظیر تکانشگری با شما صحبت کنم، شما ترجیح میدی عیناً من بهت نشون بدم کدوم قسمت مغزی که همین الان در جمجمه شما و بین دو گوشت نهفته است مسئول رفتارهای تکانشیه. پس اینجاست که اهمیت عصب روانشناسی خودش رو نشون میده و
مولانا که میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. اینجاست که ما ترجیح میدیم والدین اون دسته از مطالب روانشناسی رو دنبال کنن که مبتنی بر عصب روانشناسیه و مبتنی بر تقویت مغز بچه هاست و ما خب در آکادمی کوچینگ ویموند همین رویکرد رو داریم پیاده میکنیم. بچه ها در هر سطح و لولی که باشن متناسب با سنشون و متناسب با واحدهایی که دارن میگذرونن با مغز آشنا میشن و وقتی با مغز آشنا میشن یاد میگیرن بسیاری از تصمیمات، رفتارها، فکرها و غیره حاصل فعالیت الکتروشیمیایی مغزه. مغز ما فعالیت الکتریکی داره که با نوار مغز ثبت میشه و یک سری فعالیت شیمیایی، نوروترانسمیترهایی که در مغز بالا پایین میشن و حالتهای مختلفی رو در ما به وجود میارن، مثل خوشحالی، امیدواری، ناامیدی، غم، غصه، اضطراب. اینا همه حاصل فعالیت‌های الکتروشیمیایی. نمیخوام بگم همه چی مغزه، ولی میخوام بگم پاسخ خیلی از سوالات ما بین دو گوشمونه. یه چیز خیلی مهمی که ما الان تا تونستیم مدرسه رو کوبیدیم. بله. یعنی در نهایت هم که هممون این واقعیت رو میدونیم که مدرسه جلوی تمام خلاقیت‌های بچه‌ها رو ما مدرسه رو میگیره. نکوبیدیم، میشه همینجا جملت رو اصلاح کنم. ما مدرسه رو نقد کردیم. نقد کردن یعنی چی؟ یعنی اومدیم جوانب در واقع مثبت و منفی شد نقد در دسترس کردیم، اویلیبل کردیم. حالا من می‌خواستم ببینم همه این نقدایی که کردیم و اینکه ضررهایی که گفتیم میتونه به بچه وارد کنه، به خانواده وارد کنه، میخوام بدونم که فایده‌ای هم داره از نظر شما مدرسه؟ ببینید ما داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که بذارید اصلا یه چیز بهتون میگم. تمام صحبت‌های منو از اول با این دیدگاه بشنوید که مدرسه رفتن بهتر از مدرسه نرفتنه. اوکی؟ خب پس با این دید اگر نگاه کنید خیلی از جواب رو میگیرید. ببینید کاری که مدرسه با شما میکنه اینه که شما اولا در معرض دوستان و همسن و سالات قرار میگیرید و روابط اجتماعی جدید شکل میگیره. اتفاق بعدی که میفته اینه که درسته ما داریم نقد میکنیم، اما ببینید نقد باید علمی و درست باشه. الان میبینید در اینستاگرام خیلی از عزیزانی که روانشناسی زرد هستن و یک تریبون بیمهار در سوشیال مدیا دارن، کراوات میزنن، پرطمطراق میان پشت میکروفون صحبت میکنن، جمله‌ای که میگن اینه: انتگرال به چه درد ما میخوره؟ نمیدونم ما در فلان سال تحصیلمون این مباحث رو که یاد میگرفتیم به چه دردمون. نه ببینید اگه ما قرار انتقادی نسبت به مدرسه داشته باشیم، انتقاد باید بر پایه اوییدنس و علمی باشه. مثلا انتگرال به چه درد ما میخوره؟ انتگرال کمک میکنه ما روابط اجتماعی بهتری داشته باشیم. چه ربطی داره؟ ببینید قسمتی از مغز که مسئول پردازش ریاضی هست، ما در قسمت آهیانه. خب ما پیشانی داریم، از پیشانی یکم ببینید اگه عزیزانی که صدای ما رو میشنون میخوام متوجه بشن، انگشت کوچیکشون رو بزنن در واقع جایی که بینی تمام میشود، یعنی در واقع بین دو چشم، یک وجب برن عقب. جایی که شست در واقع قرار میگیره آغاز لوب آهیانه است. خب لوب آهیانه یا پریتال کورتکس قسمتی هستش که در نیمکره راست عموما برای هندسه، نیمکره چپ برای محاسبات ریاضی خیلی موثره. یعنی یه نتورک اونجا هستش که درک ریاضی، درک عددی، درک محاسباتی و مفهومات ریاضی رو من اونجا خوب متوجه میشم. همین قسمت در یکم قسمت خلفی تر عقب‌ترش میشه PPC posterior parietal cortex یا قشر خلفی آهیانه‌ای. در روابط اجتماعی من یکم اونورتر PSDS و TPJ در آداب معاشرت، همدلی کردن، ارتباطات اجتماعی بسیار موثره. پس مغز من نیاز به ورزش داره. خب اوکی، تجسم این که مغز من بخواد دمبل بزنه تصور احمقانه. من چطور میتونم پس مغز خودم رو به ورزش وادار کنم؟ فعالیت شناختی ورزش مغز است. این و تمام. وقتی من دارم ریاضی حل میکنم، مغز من داره ورزش میکنه. ورزش کردنش یعنی ایجاد دندریت‌های جدید، ایجاد اتصالات جدید. شاید براتون جالب باشه، مثلا دارم میگم قسمتی که در درد جسمانی خیلی موثره با قسمتی که در روابط اجتماعی بسیار موثره، اینا با هم همبستگی و مرتبطن. چطور؟ اومدن یک آزمونی رو گرفتن، افرادی که
آینده منزوی رو بهشون تلقین کرده بودن و در مقابلش یه گروه دیگه که یک آینده سرشار از روابط پایدار رو بهشون تلقین کرده بودن، در آستانه تحریک‌پذیری نسبت به درد متفاوت بودن. اونایی که بهشون تلقین شده بود افراد تنهایی هستن و روابط ناپایداری دارن، تحریک‌پذیری بسیار بالایی در مقابل درد جسمانی داشتن. یعنی وقتی یک درد جسمانی بهشون تحمیل شد زودتر واکنش میدادن. ولی روابط پایدار، روابط آینده دار، آینده‌ای که بدونم مملو از روابط خوب و مانا هستش و روابط پایا هستش و من تنها نیستم، آستانه تحریک‌پذیری منو در مقابل درد تغییر میده و من کمتر درد فیزیکال رو حس میکنم. پس ما یه سری در واقع مواضعمون رو باید مشخص کنیم. نه واقعا آموزش ها اگر استاندارد باشه به بچه‌ها کمک میکنه، ولی مسئله اینه خیلی از آموزش ها هم استاندارد نیست. همونطور که بهتون گفتم مفاهیم ضرب، مفاهیم تقسیم، مفاهیم حجم، مفاهیم انتزاعی که در بخوانیم بنویسیم هست، در کتاب‌های فارسی وجود داره، در کتاب‌های هدیه‌های آسمانی وجود داره. مفاهیم انتزاعی هستن که متناسب با رشد شناختی بچه‌ها نیستن و انکار هر درد دارم میگم تسکین نیست. ما الان مدرسه رو نقد کردیم که بتونیم چه آسیب‌هایی در مدرسه وجود داره و حالا سوالی که دوست دارم این سوال از من بپرسی، ببخشید تحمیل میکنم، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ حالا میخواستم موقع نتیجه گیری و در آخر بحثمون بپرسم ما فهمیدیم چی میشه، حالا باید چی کار کنیم؟ آره دیگه الان میدونیم اینه، چون در نهایت هم خب با شناختی هم که ازتون دارم میدونم که کارگاه برگزار میکنید، با بچه‌ها ارتباط دارین. از نظر شما توی مدتی که با بچه‌ها میریم، بچه‌ها چه چیزی رو کنار این آموزش و درس نیاز دارن که بعدش در کنارش راحت تر بتونن درس بخونن و حالا امتحان بدن؟ قضیه گیاهخوار و قرمه سبزی رو یادت میاد؟ بحث میزبانیه. ما وقتی بچه‌ها رو به دنیا میاریم ما باید میزبان خوبی برای اونا باشیم. چیزی که وجود داره اینه که اتفاقا هر دو تا سوال پاسخشون شاید منسجم و یک پارچه باشه. ما میزبان بچه‌ها هستیم در این دنیا. ما باید دنیا رو برای اونا قابل لمس و قابل فهم بکنیم، نه اینکه دیدگاه‌های خودمون رو به بچه‌ها تحمیل بکنیم. ما وارد دنیای بچه‌ها باید بشیم. بچه‌ها وقتی به دنیا میاد با این دنیا غریبن، خب، و آشنایی اونا با دنیا به واسطه اطرافیانشونه. مهمترین چیز دیده شدن و شنیده شدنه، نه اینکه در واقع با دید قضاوتگر و سرزنشگر اونا رو ببینیم، با دید همدلانه، یعنی از زاویه دید اونا به دنیا نگاه کنیم. یه کلیپی هست که اینستاگرام وایرال شده، خیلی جالبه. یک بچه خوابیده و یه نفر داره باش همینجوری از بالا شوخی میکنه. خب بعد میگه چیزی که من فکر میکنم دارم با بچه بازی میکنم، یه بارم دوربینو میبره از زاویه دید بچه. چقدر اون در واقع کسی که بزرگتری که داره بازی میکنه ترسناک میشه. اون کلیپ در عین طنز بودن و در عین اون جنبه کمدی که داره ارائه میده مفهوم خیلی مهمی خانم آقاسی داره به ما میگه. نشون میده چقدر ما هنوز خودمرکز بینیم، هنوز دنیا رو از زاویه خودمون میبینیم. واقعا نگاه ما با بچه‌ها به دنیا متفاوته. اگه سر کلاسای من بیای، من وقتی میخوام به بچه‌ها در رابطه با واقعیت‌های رشد بگم از کلمه ما استفاده میکنم. میگم بچه‌ها ما اینجوری هستیم، یعنی خودم رو انقدر قاطی دنیای اون میگم بچه‌ها بزرگترها با ما اینجوری میکنن، ما باید در مقابل بزرگترها این کارو بکنیم. یعنی این باعث میشه که بچه‌ها احساس میکنن دیده میشن و شنیده میشن و از همه مهمتر، چرا میگم مغز رو بشناسیم؟ خیلی از رفتارهایی که خانواده ها مطلوب یا نامطلوب میشمارن باید این مطلوب نامطلوب بودنشو بذارن کنار، بحث هنجار و ناهنجاری رو بیارن وسط. یعنی ببینن آیا بچه رفتارش هنجاره یا ناهنجار، مطلوب یا نامطلوب، مبتنی بر سلیقه منه، مبتنی بر نظر منه. شاید یک رفتاری از نظر من مطلوب باشه ولی از نظر رشد بچه ناهنجاریه، یا برعکسش رفتاری از نظر من والد نامطلوبه اما هنجار رشده، مثل هیجانی بودن بچه‌ها، تکانشی بودن بچه‌ها، خودمرکز بین بودن بچه‌ها، یا از منظر روانکاوی میگن بچه‌ها ایده بسیار قوی دارن، نهاد بسیار قوی دارن. اصطلاحاً همون ما الان تو عصب روانشناسی میگیم تورم آمیگدال، هیجانات و احساسات ناپایدار و بسیار قوی‌تر، خونرسانی به مرکز هیجانات مغز داره بیشتر انجام میشه. از طرفی خونرسانی به قسمتی که مرکز نظارت و کنترل داره کمتر میرسه. همه اینا رو کنار هم بذاری به ما یک شناخت جامع از فرزندمون میده
و نکته‌ای که وجود داره اینه پدر مادرها بچه‌ها رو ببینن، بشنون و یاد بگیرن که چطور با بچه‌ها برخورد کنن و دارم اینو من به شما میگم، میتوان اثرات سوی مدرسه رو ما بکاهیم با آموزش‌های درست. ما میتونیم اون مضراتی که مدرسه برای یک فرزند به ارمغان میاره با آموزش درست، با تربیت درست، با بازی‌های درست. بازی مسئله مهمی، خانواده‌ها پدر و مادر در بازی کردن نقش داشته باشن. ما میتونیم این اثرات رو بکاهیم. رسالت ما تو آکادمی ویمونت هم بر همین پایه استواره. چقدر میتونیم آثار مخرب مدرسه برای مغزی که برای مدرسه تکامل نیافته بود رو اینجا بکاهیم. چطور میتونیم یک فرایند جبرانی داشته باشیم، اون خلاقیت کشته شده رو در مسلخ کنکور برگردونیم. مثلا ما فقط درباره نوجوانای در واقع متوسط اول صحبت کنیم، متوسط دوم که وقتی به مهلکه کنکور میخورن اوضاعشون اصلا کلا یه بحث دیگه است. خودش شاید یه پادکست جداگانه به طلبه که اصلا در مسلخ کنکور چه اتفاقی میفته، در قتلگاه خلاقیت چه اتفاقی میفته. فقط این که شما اگه حرف سخن آخری دارید و خداحافظی انجام بدید. که ممنون از شما که در واقع این تمهیدات رو در واقع برنامه ریزی کردید تا هم صدای والدین باشید و هم در واقع پل ارتباطی ما با والدین آگاه. و در کلام آخر تشکر میکنم از والدینی که برای خودشون و فرزندشون ارزش قائلن، میان از این دست پادکست ها گوش میدن، مطالعه میکنن و در واقع ارزش قائلن برای مسئله فرزند پروری، چرا که فرزند پروری چیزی بیشتر از تولید مثله. آرزوی موفقیت دارم. خرد راهگشای و خرد رهنمای، خرد دست گیرد در هر دو سرای. ممنونم. خیلی متشکرم. ممنون و ممنون از شما که شنونده و بیننده ما در این قسمت بودین. همطور که متوجه شدین هدف ما از ساخت پادکست ویمونتاک شناخت دغدغه ها و تا جایی که بتونیم راهکار بدیم برای دغدغه ها و نگرانی هایی که والدین واسه فرزندانشون دارن. اگر کاستی بود ما رو ببخشین، چون که قسمت اول بود و هنوز با نظرات و پیشنهاد شما جا داره که ارتقاش بدیم. ممنون که شنونده ما بودین و خوشحال میشیم که نظراتتون رو توی کامنت واسه ما بنویسید. خدا نگهدارتون.